بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مصنف حفظه الله میگویند المبحث الثاني آداب طالب الحديث. مبحث دوم آداب طالب علم حدیث، یعنی طالب علم باید آداب‌های را باید انجام دهد، یعنی شخصی بی آداب نباشد. و امام مالک وقتی که مادرشان به حلقه ربیعه ابن عبدالرحمن رعی فرستانیده شد غسل کنانید، لباسهای اهل علم پوشانید، سله پوشانید. سپس گفت که فرزندم رو به نزد مالک، رو به نزد ربیعه، پیش از آن که از علمش می آموزی از آدابش بیاموز. گفته فرستانید. و الله تعالی وقتی که حضرت موسی را به واخوری خود برای سخن کردن همراهی موسی بدون واسطه دعوت کرد به وادی طور سینا، پیش از آن که الله سبحانه و تعالی پیام مخصوص خود را به حضرت موسی رساند، گفت که اینک بالواد المقدس طوى، تو در وادی مقدس طوى قرار داری. یعنی آگاه کنانید که تو در یک مکان مقدس قرار داری. مثلا مسجد هم مکان مقدس است. فخلع علیک، پایافزالت را بکش. گفت این دلالت میکند که به یک جایی مقدس که رفتید باید پایافزالتون را کشید. آداب است این. واستمع لما یوحى، با آن وحی که به تو الان گفته می شود، سخنی که به تو گفته می شود با دقت گوش انداز. این هم آداب. یک طالبین در وقت درس گوش نکند، مسواک کند، مثلا یا بی اهمیتی کند، ریشاشو بازی کرده شیند. مثلا خیلی که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد گلیم و قالین نبود، شغل میده بود مسجدشون، مردم سنگچه بازی میکردن. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم و من مس الحصى فقد لغا گفتن کسی که سنگچه بازی میکنه جمعهش بیکار کرده است، برای او ثواب جمعه نیست. این آداب است. آداب طالب علم وقتی که مجلس اهل علم میشند باید با دقت گوش اندازد. واستمع لما یوحى، با آن علمی که به داده می شود گوش انداز. این آداب است. بعد گفت که ایننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری، غیر من دیگر معبودی بر حق نیست، من الله هستم، پس مرا یگانه پرستش کن و نماز را برای خاطر رسانیدن من، برای ذکر و یاد من برپا دار. همیشه در نماز مقیم باش، مسافر نباش. برای همین سخن پیش از آن که گوید که یکیش توحید است و دیگریش امری به نماز است، اول به دو آداب امر کرد. ببینید آداب از توحید هم پیش گرفت. ولی بعضی موحدها توحید اساس، آداب پاداب اساس نمیگن. الله سبحانه و تعالی آداب از توحید پیش آورد. چون که آدمی که همراهی مثلا علم، آداب علم به جا نمیبرد، غالبا برای وی الله تعالی علم نمیدهد. چون که این علم به آداب آوردن نکنه. یک مرد آمده وقتی که آمد به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم یحدث الناس، به مردم حدیث میگفتن. و سخنی پیامبر صلی الله علیه وسلم برید تا آخری سخنی پیامبر صلی الله علیه وسلم گوش نانداخت.
اجازت سخن کردن نپرسید. گفت که یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله قیامت کی می شود؟ فمضى رسول الله صلی الله علیه و سلم یحدثه. صحابه گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم دوام دادن گرفتن حدیثشون. حتی بعضی گفتن که لم یسمع سؤاله، پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال همین سوال کننده را نشنیدند. و بعضی گفتن که شنیدند و کریه ما قال، بعد دیدن سخنی گفتگیشه، برای آنکه قیامت کی می شود هیچ کس نمیدونه. و بعضی ها گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جاش جزاش دادن. اینم یک نوعی جزا هست که جواب ندادن به سوالش. بسیار سکوت هم جواب است برادرها. جواب احمق سکوت است میگوید مردم تاجیک. عرب ها میگن که بعضی از جواب ها با سکوت می شود، یعنی نسبتی جواب دادن سکوت کردن جوابی به تاثیر تر است. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم جزا دادن برای بی اجازت سوال دادگیش و این چنین سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بریدگیش. تا پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغولی به حدیث هستند و اقلا تا آخرین نفسی پیامبر صلی الله علیه و سلم منتظر نشد، بی آدابی کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم جزا دادند. خب وقتی که به سوالش جواب ندادند او از علم محروم شد محروم شد. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم که وظیفه دار بودند که شریعت بیان کنند، بعد اینکه حدیثاشون و سخنهاشون رو به پایان رساندن، عین سائل عن الساعه، کجا شد اون از قیامت پرسنده؟ گفتن ها انا یا رسول الله، من در اینجا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت که بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا وسد الامر الى غیر اهلها فانتظر الساعه، اگر وظیفه ها به غیر اهلش سپاریده شود منتظر قیامت شود. دیدی که یه آدم خبرکش امام خطیب شده است، دیدی که یه آدمی که مثلا اخلاق دینی ندارد خطیب مسجد شده است، در بالای منبر سلاهای کلان در بالای سرش مانده است، منتظر قیامت شود. خب خلاصه برای همین برادرای عزیز آداب چیزی نیست که مقصد پرتافته شود، ترک کرده شود، اهمیت نداده شود. بنابراین گفتن که آداب طالب الحدیث، آداب طالب حدیث، آن آدمی که علم حدیث می آموزد و آداب داشته باشد. خب بعد گفتن که المراد بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه. مقصد از آداب طلب حدیث آن صفات هایی که طالب علم باید داشته باشد از آداب عالی، اخلاق کریم که مناسب به شرف علمی که طلب میکند مناسبت کند، یعنی موافقت کند. و هو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. آخه علمی که شما می آموزید علم آید حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث. از بین این آداب هایی هست که طالب علم حدیث با همراهی محدث شریک است، یعنی هر دو هم محدث و هم طالب علم باید داشته باشند. و منها ما ينفرد بها عنه، و بعض آداب های است که خاص به طالب علم است، به استاد نیو به طالب علم مخصوص است. الاداب التي يشترك فيها مع المحدث، آن آداب هایی که طالب علم همراهی محدث مشترک است، یعنی هر دوی آنها داخل دارد. الف تصحیح النیه، نیتی درست، نیتی صحیح. هم محدث باید نیتی خوب داشته باشد،
هم طالب علم باید نیتی خوب داشته باشد ولی اخلاص لله تعالی فی طلبه. در طلب علم حدیث باید انسان رازگی الله تعالی را خواهد. از این علم خالص فقط دریافت رازگی الله تعالی را خواهد. یعنی به چیزی از چیزهای دنیا شده علم دینی نگیرد. علم حدیث یکی از با آبروترین علمهای علم شریعت هست. با اون الحذر من ان يكون الغایة من طلبه التوصل الى اغراض الدنیا. بسیار حذر کند اینکه مقصد اساسی از طلب علم رسیدن به مقصد از غرض از چیزهای دنیا باشد، مقصدهای دنیوی باشد، مانند آبرو، مانند جدال و کشمکشی و غلبه کردن در وقت جدال، مات کردن محاوره کننده های خود. خلاصه با مقصدهای دنیا علم شریعت را نآموزد. اما دیگر علم ها را اجازت است، مثلا صناعت است، علمی مثلا دیگر علم ها ارکیتکتور هست، زبان است. دیگر علم های دنیوی را میتواند به خاطر دنیا، چی جمع پول و مال، چی جمع شهرت، چی جمع مثلا ثنای مردم، علم دنیا هست دیگر. اما علم شریعت بسیار چیزی هست که محترم است، چیزی بزرگ است. به چیزی پست عوض کردن ممکن نیست. دنیا همش پست است. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. الله تعالی سرزنش میکنه. آیا اون چیزی که پست است به چیزی بزرگ عوض میکنید؟ هر یک آدمی که چیزی بزرگ به چیزی پست عوض میکنه او دلالت به بیعقلیش میکنه. اگر مثلا به کودک $10 تیدو گویید که مثلا همین اگر خرید کرده بیاد، اگر $10 رو موافق خرید کرده بیاد، این دلالت می‌کند که عقلش در آمده است، صاحب تمیز شده است کودک. یعنی از درجه سفاهت، از درجه بیفهمی برآمده است. قاضی حق دارد به بعض آدم‌ها حکم سفه دهد. سفه گفته گرنگ میگه، آن آدمی که چیزی نغز و گنده را فرق نمی کند. مثلا به $10 چیزی $1 خریده می بیاد، این به حکم سفه. یا مثلا برای چی میگم که کودک اگر آمده یک انگشترینی طلای به شما فروشد، عقد بیع شما نادرست است. برای چی؟ برای اینکه کودک نمیداند قدر همین انگشترینه. این مثلا $500 است، اون میتید به همین یک $5 $10 برای خریدن چیزی در کاریش مثلا. برای چی؟ برای اینکه او بیفهم است. و به بعضی پادشاه ها هم بعضی علما حکم سفه دادگی هستند. وقتی که بی برکش طلای و مثلا نفت میداد به دیگر دولت ها، حکم سفه داده. این عقلش در جاش نیست. یعنی این حق تصرف کردن در مال ندارد. گفته همین خیلی حکم کردن. وقتی که یک انسان هم دینش به دنیا عوض میکند، اون سفه هست. یعنی فهم نداره، عقل ندارد. بنابراین کافرهایی که حتی پادشاه هستند، بسیار در نظر مردم دانشمند می نمایند، از نگاه قرآن آنها بی عقل هستند. برای چی؟ برای که آنها اگر عقل می داشتن، جنتی که برش درازی زمین و آسمان هست، به یک مال دنیا که پیامبر صلی الله علیه وسلم ولا نصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها گفته، یه روی مالچه خوردکه که زنه که حوری جنت به سرش میبندد، از دنیا و از اون چیزی که در دنیا هست قیمت میستد گفتن. ولی در بعضی جاها یک کوادرات زمین مثلا $50,000 $100,000 است. در مکه مهمانخانه ساعت از همه اون بلندیش که ساعت دارد، فقط همون
10 شب آخر رمضان به قریب 1 میلیارد دلار چی میداد است 10 شبینه اجاره پولیش 10 شبینش. مقصد بعضی منطقه های دنیا زمین ها قیمت است، یا بعضی زمین ها در زیر خود نفت دارد، طلا دارد، انگشت دارد، ثروت دارد. خلاصه این زمین ولی بعضی بسیار جاهای زمین به حال قدم انسانیت نرسیده است، با وجود اینکه از 4 حصه زمین 3 حصهش آب است و 1 حصهش خشکی است. با در درون آب و در زیر آب یه نوع مال و ملک های هست که بسیار پول و مال زیاد هست در این دنیا. ولنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها. گفتن یه روی مالچه خردکش نرخش از دنیا قیمت است، ولی بعضی زنها رو بعضیش مثلا لباس هاش از پول خانه های بعضی آدم ها قیمت است. پیامبر صلی الله علیه وسلم یه زنه که حوری جنته روی مالش برای ما وصف کردن نرخشه که از دنیا قیمت می ایستد. این تکبیرت الاولا خیر من الدنیا و ما فیها. تکبیر اولا هم وقتی که همراه امام الله اکبر اول دریافت میکنید از دنیا و از اون چیزی که در دنیا هست قیمت است. رکعتی الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. 2 رکعت سنتی بامداد هم از دنیا قیمت است و از اون چیزی که در دنیا هست. می‌بینید در دنیا چقدر مال و ملک است برادرها. اگر جنت به همین دنیا اگر فروشد، اون هم حکم سفح دارد، عقل ندارد. الله تعالی وقتی که همین بعضی مردم گفت که برای ما من بقلها و قثایها و فومها و عدسها و بصلها، ما پیاز تیو، چسناک تیو، عدس تیو، نخود تیو، لوبیا تیو، گفت که آنها و الله تعالی چی میداد از این پیشتر؟ من مسلوا میداد، یا مانند عسل یک حلوای شیرین و یک گوشت پرنده میداد. اینا بجاش این خیلی چیزای طلب کردن. الله تعالی گفت که اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر. شما به چیزی پس چیزی خوب عوض میکنید. عقل دارید؟ این دلالت میکند که کدام آدمی که کافر است اگرچه در نظر مردم با عقل ترین دنیا باشه و بی عقل است. عقل می داشت چیزی کلانه به چیزی ارزان نمی فروخت. تصور کنید که یک چیزی 1 میلیارد دلاره به $1 یا نیم دلار فروخته شده است. بی عقل است آخر. بنابراین علم شرعی چیز نیست که به مال از مالهای دنیا فروخته شود. فقط اخرج ابو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند کسی تعلیم گیرد علمی از آن علم هایی که با آن علم ها فقط رازگی الله تعالی را خواسته می شود، آن علم را تعلیم نگرفته است مگر به خاطر چیزی از متاع دنیا، بوی جنت را روز قیامت نمی بیند. و حالان که بوی جنت از مسافه 40 سالینه راه به مشام می رسد. حالی به جنت 40 سال هست، به مشام انسان بوی جنت می آید. بوی جنت را هم نمی بیند. یعنی خیلی در قعر دوزخ است. دیگه معنا. خب اخرجه الحاکم فی المستدرک. این حدیث امام حاکم در مستدرک هم روایت کردند در کتاب علم با لفظ خود مستدرک و قال هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجه. این حدیث طبق شرط صحیح امام بخاری و امام مسلم است ولیکن آنها روایت نکردند. و اقره الذهبی، امام ذهبی
مستدرک حاکم از نظر از گذرانیده بعضی حدیث ها را تنقید کردگیند، اجتهادی حاکم را، و در بعضش اقرار کردگیند و این اقرار کردگیند که واقعا حاکم راست میگوید، حدیث صحیح هست گفتیم. خب العمل بما يسمعه من الاحاديث، یکی از آداب طالب حدیث همین که هر حدیثی که میشنود باید عمل کند. اعمل بالحديث ولو مره تكن من اهله، به علم حدیث، به اعمل بالحديث ولو مره، به حدیث عمل کن اگر چنده که یک مرتبه باشد هم. اعمل بالحديث ولو مره تكن من اهله، به حدیث یک مرتبه باشد هم عمل کن، اهل حدیث میشی. امام احمد میگن که به هر یک حدیثی که حفظ کردن عمل کردن تا اینکه فراموش نشود. بنابراین یکی از آداب طالب حدیث همین است. الاداب التي ينفرد بها عن المحدث، آداب هایی که طالب علم حدیث از محدث منفرد است، یعنی تنها به آداب به طالب علم داخل دارد گفتیم. الف ان يسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه، از الله تعالی توفیق بپرسد و سداد یعنی راستی و آسانی، یاری بپرسد برای ضبط حدیث و فهم حدیث، یعنی برای حفظ حدیث و برای فهم حدیث از الله تعالی یاری پرسد. یعنی اینا به فکر من محدث هم همیشه هیچگاه ما از الله تعالی بی حاجت نیستیم. همیشه حتی پیران سال هم محدث هم باشد، آخر فراموش کردنش ممکن عینی حدیث گفتنش. بنابراین از الله تعالی همیشه ما در همه حالت یگان میجه زدن بی حاجت نیستیم. همیشه از الله تعالی باید شب و روز علم بپرسیم. یا معلم ابراهیم علمنا، یا مفهم سلیمان فهمنا. ای پروردگاری که به ابراهیم علم دادی برای ما علم ده. ای پروردگاری که به سلیمان فهم دادی برای ما فهم ده. همیشه باید از الله تعالی طالب علم عالم یاری بپرسد، علم بپرسد. علم از جانب الله تعالی داده میشد. با اون ان ينصرف الیه بکلیته و یفرغ جهده فی تحصیله، یکی از آداب طالب علم حدیث این است که برای طلب علم حدیث فارغ شود، بکلیته، صد فایز برای علم وقت خودش جدا کند و یفرغ جهده، تمام کوشش و غیرتش خالی برای تحصیل طلب علم کند، یعنی فقط طلب علم کند. اگر کسی که هم مال و ملک جمع میکنم، 8 ساعت کار میکنم، 8 ساعت علمی آموزم گوید بله، و هم یکان چی علمی آموزد، ولی نه مانند آن شخصیتی که برای علم پر حیاتش نظر کرده است، مانند امام بخاری. خلاصه البته آن آدمی که 24 ساعتش علم است، آن آدم فرق میکند از دیگر طالب علم. بنابراین بعضی شاگردای امام شافعی میگفتند که ندیدم شافعی را نه در روز که خورد، نه در شب که نوشد یا استراحت کند لاشتغاله بالعلم، برای که مشغولی به علم بود. همیشه در نزدیکی هاشون دفتر و قلم می استاد، کتاب می استاد، در نزد بالشت و در نزد جای نشستشان هرچی که به خاطرشان آمد می نوشتن، تغییر می دادن، اصلاح می کردن. ابن الجوزی را بینید، سید الخاطر افتگی کتاب دارد. هر یک فکر و اندیشه هایی که پیش از خوابش بردن به خاطرش می آمد همه گرفته می نوشت. امروز برای ما یک کتابی شده است که کتابی درسی هست. خب جیمون ان یبدأ بالسماع من ارجح شیوخ بلده اسنادا و علما و دینا، این که شروع کند علم حدیث را، شنیدن حدیث را
از وزنین ترین شیخ های شهرش، یعنی از عالم ترین شیخ های شهر خودش، شهری که الان زندگی میکند، خواه از جهت اسنادش هم بلند باشد، علمش هم بلند باشد، دیندار باشد. نه اینکه یه آدم اسنادش بلند، هر حدیث و هر کتاب به سند دارد و لیکن فهم ندارد، فقه ندارد، علم ندارد، یا اینکه تقوا ندارد. این خیلی نه. از همه جهت بلندترین شیخ شهرش کی باشد از همون شروع کند. نه اینکه از یک شیخ معدتر سر کنیم، اول علمینه تمام کنیم بعد شیخ کلانتر بمیریم. نه. برای چی؟ برای اون که شیخ کلانتر برای شما تأثیری خوبتر میتید، نتیجه نیک میتید، شما از وی قوتی کلام میگیرید، یک جمله سخنش سبب میشد که وارد بهشت میشید. مثال برای همین هر چقدر آدم علمدار باشد از همون شروع کردن، نه اینکه از وی پایانتر. صحابه ها با وجود اینکه مثال صحابه های بزرگسال، صحابه های عالم در بیناشان وجود داشت، نمیپرسیدن، آمده از پیامبر صلی الله علیه وسلم میپرسیدن. خب دل ان یعظم شیخش را بزرگ شمارد، و من یسمع منه، و آن شخصی که از او علم میگیرد، و یوقره، او را بزرگ شمارد، احترام کند. فذلك من اجلال العلم، این از بزرگ داشت علم است. و اسباب الانتفاع، سببهای فایده گرفتن از علم است. به خاطر الله احترام کنید، به خاطر آداب علم احترام کنید، نه به شخصیتش. این من اجلال الله تعالی اجلال ذو الشیبة المسلم و حامل القرآن. در حدیث آمده است از بزرگ داشت الله است بزرگ داشت موی سفید مسلمان و حامل قرآن، شخصی که قرآن برداشت کرده است، علم قرآن را دارد و احترام کنید. امر شریعت هست. این یکی برای فایده خودتان، و کسی که احترام نکند بر ضرر خودش. بگذاره عالم، یک شیخ یکی از شاگرداش احترام نمیکنه، به شیخ ضرر نمیکنه، برعکس فایده میکنه. وقتی که یک آدم احترام نمیکند، این بر ضرر شیخ نه، بلکه شیخی با عقل، یعنی از این چیزا عبرت میگیرد، مغرور نمیشد. و وقتی که یک اعرابی آمده از گریبان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفت و گفت که اعدل یا محمد، عدالت کنه محمد، گفت. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم ویحک و من یعدل اذا لم اعدل، وای بر حال تو اگر من عدالت نکنم دیگه کی عدالت میکند؟ گفتم. خلاصه نسبت پیامبر صلی الله علیه وسلم هم بی آدابی میکردند، لیکن به پیامبر صلی الله علیه وسلم این ضرر نمیکند. وقتی که شما استاد را، عالم را، شیخ را وقتی که احترام کردید، این به فایده خودتان. والله العظیم این علم از بسیار خواندن نگرفتیم، از دوست داشتن استادان ما و از احترام آنها الله تعالی داد. بودن شخصانی که بسیار کتاب خواندن، بسیار چیز حفظ کردن، بنابراین اسباب الانتفاع گفتن، سببهای فایده‌گیری طالب علم است. و ان یتحرى رضاه، حرکت کند استاد راضیگیش به دست بیارد. و یصبر علی جفایه لو حصل، و اگر جفا از جانب استاد حاصل شود صبر کند. جفا سخت گپی، مثلا درشت معاملگی از جانب استاد
به یکی از شاگردان اگر حاصل شود صبر کند، هیچ گپی ندارد. همین گپای جفای از دیگر شخصا شنیدیم در زندان و در دیگر جاها. از یک شخصای بی دین شنیدیم، حقارت کرد، طاقت کردیم. هیچ گپ ندارد یک آدم دیندار حقارت کرد از صبر کردیم و با کافر صبر کردیم کو. خیلی مثلا مو آداب محدث گذشت که باید به طالب علمانش مهربان باشد، لیکن هستند منهجی بعض علما مثلا شاید جفا کنند یا شاید یک روز از روزها سخنی درشت گوید. یکی در همین حالت ها طالبین باید این چی گپ است، این به علمش عمل نمی کند، شاگرد احترام نمی کند، گفته شرط نه که ما از روی گردانیم و علم نگیریم. هاون ان یرشد زملائه و اخوانه فی الطلب الى ما ظفر به من فوائد، این که دوستانش و برادرانش را طالب علم شوقمند کند، ترغیب کند به طلب علم. چون که خودت شما وقتی که فایده میگیرید ما ظفر به من فوائد، یک چند فایده ها را آموختید، برای برادرهاتون هم همین خواهید آخر. انسان مسلمان حقیقی نمیشه. لا یؤمن احدکم، حدیث بخاری است، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. یکی شما مؤمنی حقیقی نمیشوید تا مادامی که آن چیزی که برای خود دوست می‌داره برای دیگر برادرای مسلمانتان دوست ندارید. امام شافعی میگن که من دوست می‌دارم که تمام مسلمانان علمی که من دارم اونها هم داشته باشن. بگذار نگویم که امام شافعی گفته است، امام شافعی تعلیم داد گفته به من نسبت نتینم. ابن عباس رضی الله عنهما میگن که من دوست می‌دارم که همین فهمی که نسبت آیات‌های قرآن کریم دارم، از این آیات‌ها من یک تفسیر و یک معلوماتی که من دارم من میخوام که مسلمان ها داشته باشن. همین گونه دیگه برادراش، خویشاونداش، یار و دوستانش هم مجلس میشینه یا تلفنی صحبت میکنه، ترغیب به علم کند. این از آداب طالب علم حدیث. فإن كتمان الفوائد العلمية عن الطلبة لوم يقع فيه جهالة الطلبة الوضعاء. چون که گفتن لا یکتمها عنهم، از مردم فایده ها را پنهان نمی کند شخص طالب علم. چون که پنهان کردن چنین فایده های علمی از دیگر طالب علم ها این لومون است. گفتن لومون چی؟ لومون ان یجتمع فی الانسان الشح و مهانة النفس و دناء. لوم یک خصلتی است که جمع شود در انسان، هم چشم گرسنگی و هم پستی. یعنی آخی این علم بحر است. از این بحری که شما یک پیاله گرفتید، یک کاسه گرفتید یا یک ستیل گرفتید، او برادر شما هم گیرد دیگه به شما ضرر نمی کند، برعکس شما به دلالتی کردگیتان فایده میگیرید. عیناً ثوابی که وای در همین مجلس ها میگیرد. آینده هر یک شاگردایی که از دست همان طالب علم میگیرن ثوابش بر شما میبیاید. استاد پدری ما محمد ابن عبدالرحمن قاسم، پدرشان عبدالرحمن ابن قاسم علامه، صاحب کتاب های حاشیه، بسیار حاشیه نوشته است، از جمله حاشیه تروض المربع و چندین کتاب ها حاشیه ماندگی هستند. شخصیتی که شیخ مجموعی فتاوای شیخ الاسلام تیمیه در مدت 40 سال جمع کردگی هستند. بابای استاد ما یک مزرعه داشتیم، یک مزرعه یعنی یک شدگارگاه از زمینی که در آن باغ کشت و کار کردگی مقصد از اونجا حاصل میگیره. با یک جایی نشست و دمگیری و جمعشوی علما جای هم کرده ماندگی که در روزهای استراحت مردم علمدار بیاین نشینه یا مسئله را خوانیم. فرزندشان محمد همون
مزرعند کار میکرده است. بعد یکی از علما یک بار میبیند و میگوید که ای محمد، جای تو مزرعه نیست، جای تو مسجد است. همین یک جمله گپ، همین گپ وقتی که میشنود راست رفته یک تاکسی من میکند، میشیند مسجد میرد نزد سماحت الشیخ محمد ابن ابراهیم، نزد شیخ محمد ابن ابراهیم میره رحمت الله علیه. 25 سال علم میگیرد. به یک دهان نصیحت، ای محمد جای تو مزرعه نیست، جای تو باغ و زمین و مهنت نیست، جای تو مسجد است، علم گیر. یا عالمی کلام شد، خدمت به این دین مقدس اسلام کرد. بنابراین نصیحت کنید یار و دوستا، خویشاوندا، برادرها را که طالب علم گیرند. اگرچه مثلا همه آداب‌های طالب علم حدیث را به جا آورده نمیتونه، به علم حدیث یا به عموم علم شریعت 100% حیاتش بخشیده نتواند هم، بگذار آن ما لا یدرک کله لا یترک جله، گفتگی قاعده هست. آن چیزی که همش دریافت کرده نمیشود، از بعضش از بهرش برآمده نمیشود. تمام پول و مال ملک دنیای جمع کرده میتونید؟ نمیتونید. پس برای چی از جمع کردنی کم و تومش روی نمیگردونید؟ از کالی سحر برآمده می کار میکنید برای جمع مال. علم هم همین خیل، مادامی که همش نمیتونید یک چی جمع کنید آخر. لأن الغایه من طلب العلم نشر، چون که مقصد اساسی از طلب علم نشر علم است. علم باید شما پهن کنید. شما میتوانید از همین روز اعتبارا علم نشر کنید. برای چی؟ برای که شرط نیست که می علم شما با دهان خود نشر کنید. شما وقتی که یه آدم گفتید که بیا به حلقه علم گیریم یا به مسجد رویم علم گیریم و به نزد مدرسه رویم علم گیریم، شما الکی به یک کس گویا که علم دادید، اگرچه دیگر کس درس دهد هم. واو الله یمنعه الحیاء من او الكبر من السعی فی السماع و التحصیل. حیا، شرم و حیا، کبر من نکند طالب علم را از رفتن به مجلس سماع. مجلس سماع مجلسی که محدث حدیث میگوید. و تحصیل و اخذ العلم، حاصل کردن علم، گرفتن علم از مجلس علم، کبر و حیا شما را من نکند. ولو ممن هو دونه فی السن، اگر چندگی در سن و سال استاد از شما خرد باشدم، اویل منزله یا در منزلت خرد باشدم. حضرت موسی به نزد خضر رفتند. خضر در منزله از موسی پستند، موسی بلند هستند، ولی رفتند نشستند، با آداب معامله کردند. زایون عدم الاقتصار على سماع الحدیث و کتابته. طالب علم باید فقط به نوشتن حدیث و جمع کردن حدیث کفایتی نکند، دون معرفتی و فهمی. حدیث ترجمه نمیداند، فهم حدیث نمیداند، لیکن فقط حدیث حفظ میکند، حدیث جمع میکند. این خیلی نباشد، چون که مقصود اساسی فهم سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم و عمل کردن طبق گفته ایشان است. فیکون قد اتعب نفسه دون ان یظهر بطائل، چون که در حقیقت نفس خود را به مشقت گذاشته است بدون اینکه فایده بزرگی به دست آورد. بله حدیث اذیت کند، نویسد یا به کتاب به دیگرها رساند بدون فهمم، اینم خیر است، لیکن یکی از آداب‌ها این است که معناش فهمد. جیمون ان یقدم فی السماع و الضبط و التفهیم الصحیحین، در شنیدن علم حدیث و حفظ کردن علم حدیث و فهمیدن معنای حدیث صحیح بخاری و مسلم را از دیگر کتاب ها مقدم داند. پیش از آن که صحیح بخاری مسلم را اذیت کند، مثلا دیگر کتاب های مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبه نخواند مثلا. اینم آداب است. ثم سنن ابی داوود و ترمذی و نسائی، سپس سنن ابو داوود و ترمذی
و نسائی. ثم سنن الكبرى للبیهقی، ثانی سنن کبرا از آن بیهقی 15 مجلد است. سنن کبرای بیهقی حدیث هایی که مذهب شافعی غالبا تکیه به همه حدیث ها کرده مذهبش بنا کرده است. بنابراین بعضی علما گفتن که امام شافعی به تمام شافعی ها فضل دارند غیر ابوبکر بیهقی که بر بالای امام شافعی حق دارد، چون که مذهبش پهن کرده است. و بنابراین بعضی علما گفتن که شیخ الاسلام ابن تیمیه به تمام علمای مسلمی جهان فضل دارد، ولی محمد ابن عبدالرحمن قاسم و عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم به بالای شیخ الاسلام فضل دارند، برای که این دو شخصیت پدر و فرزند علم شیخ الاسلام را پهن کردند. استاد ما را پدرشان و بابایشان. حتی یکی از بزرگان خواب می‌بیند یک شب که در یک مسجد امام احمد و شیخ الاسلام تیمیه، ابن القیم، ابن کثیر در نماز خفتن جمع آمدیند. بعد محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم ما پیش میگذرانه به امامتی. این خوابها یعنی خوابای خوب است. خواب نیک هم، خواب شخص صالح هم از 46 یک جزئی پیغمبری است، یعنی وحی است. وحی کنده میشد لیکن خوابهای شخصیت های صالح میمونه. وقتی که در خواب به شخصیتی به امامتی میگذارید، پیش نماز میشید به یک مردمی که مانند امام احمد است و مانند مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه است، واقعا این فضیلت است. خب کجا آمدیم؟ ثم ما تمس الحاجة الیه من المسانید والجوامع. سپس بعد این علم ها آن کتاب هایی که حاجت به آن ضرور هست، مانند مسند ها و کتاب های جامع ها، مانند مسند احمد، مانند مسند امام احمد و موطأ مالک، مانند موطأ مالک، و من کتب العلل علل الدارقطنی، از کتاب های علل دارقطنی، و من الاسماء تاریخ الکبیر للبخاری، از کتاب های نام های تاریخ مثلا تاریخ کبیر از آن بخاری، و الجرح و التعدیل لابن ابی حاتم، از کتاب های جرح و تعدیل مثلا کتاب ابن ابی حاتم، و من ضبط الاسماء کتاب ابن ماکوله، و از ضبط نام ها را اگر خواهد که علم گیرد کتاب ابن ماکوله را گیرد، و من غریب الحدیث النهایه لابن الاثیر، و از کتاب های غریب حدیث نهایه از آن ابن اثیر گیرد خواند. یعنی این است یک چند آداب هایی که طالب علم حدیث باید این آداب ها را داشته باشد. والله اعلم، و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.